در ویدیوی قبلی گفتیم که پس از پایان گفتگو شاپور از آنجا رفت و شیرین با امید و اشتیاق باقی ماند. همراهان شیرین نیز بازگشتند و او را به سوی محل اقامت بردند. شب که شد، شیرین از مهین بانو اجازه خواست که فردا برای شکار بیرون برود و اسب شبدیز را آماده کنند. مهین بانو ابتدا او را از تندی و خطرناک بودن شبدیز برحذر داشت، اما در نهایت توصیه کرد که اگر سوار می شود با احتیاط این کار را انجام دهد. شیرین پس از گرفتن اجازه خوشحال شد و برای فردا آماده گردید. صبح روز بعد کنیزام و ندیمه های زیباروی شیرین آماده خدمت شدند. شیرین با زبانی نرم و شیرین گفت که می خواهد به صحرا برود. شاید بتواند شکاری به دام اندازد. ندیمه ها نیز خود را برای این گردش آماده کردند. لباسهایی مانند غلامان پوشیدند و همه گرد شیرین جمع شدند. سپس همراه او به دشتی سرسبز و خرم رفتند که گویی بهشتی زمینی بود. در آنجا به اسب سواری و گردش پرداختند و از دشتی به دشت دیگر رفتند. سرانجام شیرین بر اسب تندرو خود شبدیز سوار شد و از دیگران پیش افتاد. اسبش آنچنان تیز می رفت که همراهانش از او عقب ماندند. هرچه تلاش کردند به او برسند نتوانستند و تا شب در جستجویش بودند، اما ناامید بازگشتند. شب هنگام نزد مهین بانو رفتند و با اندوه خبر گم شدن شیرین را دادند. مهین بانو بسیار غمگین شد. از تخت فرود آمد، خاک بر سر ریخت و با گریه و زاری شیرین را چون عزیز گم شده یاد کرد و از سرنوشت او ابراز نگرانی نمود. صبح روز بعد سپاهیان آماده شدند تا به جستجوی شیرین بروند. اما مهین بانو اجازه نداد، زیرا باور داشت که یافتن او ممکن نیست، همان گونه که نمیتوان پرنده‌ای گریخته را دنبال کرد. با این حال امید داشت روزی نشانی از او بیابد. سوی دیگر شیرین بر اسب خود در حال حرکت بود و شب و روز نمی ایستاد. برای آنکه شناخته نشود لباس غلامان پوشیده بود و از راه‌های دشوار کوه و دشت عبور می‌کرد. در مسیر با سختی‌ها روبرو شد، اما همچنان به راه خود ادامه داد. پس از رنج بسیار به مرغزاری زیبا و چشمه‌ای زلال رسید. خسته و غبارآلود از اسب پیاده شد و در کنار چشمه استراحت کرد. سپس برای شستشو به آب رفت. زیبایی او در آب چنان جلوه‌گر شد که گویی ماه در آب افتاده است. او در آنجا خود را شست و آماده شد، بی آنکه بداند به زودی مهمانی به سراغش خواهد آمد. وقتی خسرو پرویز کسی را به سرزمین ارمنستان فرستاد تا از حال آن سرب آزاد یعنی شیرین خبر بگیرد، خود شب و روز در انتظار دیدار او بود و به وعده ملاقات امید داشت. خسرو در دربار پیوسته در خدمت شاه یعنی پدرش هرمز چهارم بود و با شایستگی و شکوه رفتار می‌کرد تا جایی که مورد توجه و لطف پادشاه قرار گرفت. اما در همین هنگام دشمنی خونریز سر برداشت و سکه‌هایی به نام خسرو زد و آنها را در شهرها پخش کرد. این کار باعث آشوب شد و شاه را نسبت به خسرو بدگمان کرد. شاه گمان برد که خسرو قصد تصاحب قدرت را دارد، پس تصمیم گرفت او را گرفتار کند. این میان یکی از نزدیکان دانا به خسرو خبر داد که اوضاع خطرناک است و شاه قصد آزار او را دارد. بنابراین بهتر است مدتی از دربار دور شود تا این خطر برطرف گردد. خسرو وقتی اوضاع را چنین دید، تصمیم گرفت از کاخ دور شود. پیش از رفتن به زنان حرم سفارش کرد که اگر دختری زیبارو به آنجا آمد، از او به خوبی پذیرایی کنند و اگر خواست به صحرا برود، برایش کاخی فراهم سازند. سپس خسرو با همراهانش به بهانه شکار از آنجا خارج شد و با شتاب به سوی ارمنستان حرکت کرد. در راه آنقدر عجله داشت که مسیرهای طولانی را به سرعت طی می‌کرد. سرانجام در منزلی فرود آمدند. همان جایی که شیرین در آنجا کنار چشمه‌ای مشغول شستشو بود. خسرو دستور داد همراهانش بایستند و خود تنها به سوی آن مرغزار رفت. در آنجا گردش کرد تا به چشمه‌ای زلال رسید. ناگهان نگاهش به دختری افتاد که در آب نشسته بود. دختری بسیار زیبا، همچون ماه. زیبایی او چنان بود که گویی ماه در آب افتاده است.
خسرو از دیدن او شگفت‌زده شد و دلش آشفته گشت. در همان حال شیرین که از حضور او بیخبر بود به شستشوی خود ادامه می‌داد. وقتی ناگهان چشمش به خسرو افتاد، از شرم لرزید و سریع گیسوانش را بر تن افکند تا خود را بپوشاند. سپس شتابان لباس پوشید و بر اسب شبدیز سوار شد. شیرین در دل خود اندیشید که این جوان کیست که با چنین ادب و متانت به او نگاه کرد و بی احترامی نکرد. با خود گفت اگر او همان خسرو است چرا خود را معرفی نکرد و اگر نیست چگونه دن مرا رو بود. با این تردیدها تصمیم گرفت از آنجا دور شود. پس با شتاب از آن مکان رفت به گونه‌ای که گویی پرواز می کند. وقتی خسرو به خود آمد دید که شیرین ناپدید شده است. بسیار جستجو کرد. به اطراف چشمه رفت، در آب نگریست. در میان درختان گشت، اما اثری از او نیافت. حیران و اندوهگین شد و بر خود افسوس خورد که چرا فرصت را از دست داده است. او با حسرت می گفت گلی دیدم اما نچیدم. اکنون باد آن را برده است. چشمه‌ای دیدم و از آن ننوشیدم. سپس بسیار گریه کرد و نالید تا جایی که از شدت اندوه بیحال شد. در پایان با خود اندیشید که شاید آن دختر انسان نبوده بلکه پری بوده است، زیرا چنین زیبایی را باور نمی کرد. سرانجام ناامید از یافتن او راه ارمنستان را در پیش گرفت. فلک وقتی می خواهد کاری را سامان دهد ابتدا نشانه هایی از آن را پدیدار می کند. اگر بخواهد به کسی گنجی بدهد نخست او را رنج می دهد تا ارزش آن گنج را بداند. همانطور که اگر در راه خار و سختی نباشد، کسی قطع گل و زیبایی را نمی فهمد. بنابراین باید مدتی رنج دودی را تحمل کرد تا پس از آن مهر و وصال شیرین تر شود. وقتی شیرین از خسرو پرویز جدا شد، از نزدیکی به دوری افتاد. سپس برای جستجوی او سوار بر اسب شبدیز به سوی مدائن رفت تا به کاخ خسرو رسید. وقتی به کاخ رسید، زنان و کنیزان دور او جمع شدند و او گفت که به خاطر خسرو به اینجا آمده است. وقتی زنان و کنیزان کاخ زیبایی شگفت‌انگیز شیرین را دیدند، از حسادت لب با دندان گزیدند. با این حال، طبق آداب دربار از او پذیرایی کردند. شیرین با حضورش همچون آتشی دلانگیز دلها را گرم و مشتعل کرد. سپس کنیزان شروع کردند از او درباره حال و هویتش پرسیدند که کیست، از کجا آمده، نامش چیست و چه سرگذشتی دارد. اما شیرین از پاسخ دادن تفره رفت و گفت داستان زندگیش طولانی است و بهتر است وقتی خسرو بازگردد خودش حقیقت را بیان کند. فقط از آنها خواست که از اسبش به خوبی نگهداری کنند چون بسیار ارزشمند است. کنیزان نیز با احترام فراوان او را در جایی مناسب جای دادند، از او پذیرایی کردند و اسبش را در استبل شاه بستند. برای او لباسهای زیبا فراهم کردند و او را در اتاقی آراسته اسکان دادند. شیرین که به وصال امیدوار شده بود آرام گرفت و آسوده خوابید. در همین حال نگهبانان و اطرافیان کاخ که به آنجا رفت و آمد داشتند او را فقط کنیزی زیبارو تصور می کردند. شیرین نیز با زیرکی مانند کنیزان رفتار می کرد و خود را با آنها هماهنگ نشان می داد تا هویتش فاش نشود. وقتی شیرین در مدائن ساکن شد، حضورش همچون گشودن سفره‌ای از شیرینی و زیبایی بود. پس از مدتی که در آسایش بود، خبردار شد که خسرو پرویز از ترس پدر به بهانه شکار از آنجا دور شده و سپس به سوی ارمنستان رفته است. از شنیدن این خبر دل شیرین سخت به درد آمد، زیرا خود را بی‌پناه و تنها دید. مدتی در همان کاخ ماند، اما از بیقراری و دلتنگی آرام و قرار نداشت. کم کم یقین کرد که آن سوار جوانی که پیشتر در کنار چشمه دیده بود و آنقدر مجذوبش شده بود، همان خسرو بوده است که از دور او را تماشا می کرد. از این موضوع بسیار افسوس خورد، اما اندوه خود را پنهان کرد و صبر پیش گرفت. پس از چند روز وانمود کرد که بیمار شده است و گفت برای بهبود حالم باید قصری در جایی خوشاب و هوا در کوهستان ساخته شود. زیرا من در ناحیه‌ای کوهستانی بزرگ شدم و هوای گرم مرا آزرده کرده است.
اطرافیان به او گفتند که از پیش خسرو دستور داده بود برای او در جایی خوش آب و هوا قصری بسازند. اگر او بخواهد می توانند همان کار را انجام دهند. شیرین پذیرفت و خواست هرچه زودتر آن قصر ساخته شود. اما کنیزانی که به او حسادت می کردند، پنهانی مردی معمار را فراخواندند و به او گفتند: جایی بساز که بسیار بد و آزاردهنده باشد، جایی گرم و سخت تا شیرین در آن رنج بکشد. سپس پول و امکانات زیادی در اختیارش گذاشتند. آن معمار نیز به جستجوی مکانی دورافتاده پرداخت و سرانجام جایی بسیار گرم و نامناسب یافت، چنانکه گویی هر کس به آنجا می رسید به سرعت فرسوده می شد. آنجا در فاصله دور در کوهستانی بی آب و علف بود. او در همان مکان قصری ساخت که از بیرون زیبا به نظر می رسید، اما در واقع همچون زندانی سخت و آزاردهنده بود. وقتی کار قصر تمام شد، شبانه شیرین را به آنجا بردند. چند کنیز ساده و بی تجربه نیز همراه او بودند. شیرین در آن قصر که بیشتر شبیه زندان بود زندگی می کرد، مانند گوهری که در دل سنگ پنهان شده باشد. او در این تنهایی غم دوری خسرو را در دل داشت و دلش را از هر چیز دیگر بریده بود. لطفاً برای حمایت از ما، کانال ما را سابسکرایب نمایید و دکمه زنگوله را بزنید تا از ویدیوهای ما با خبر شوید و نظریاتتان را نیز با ما در میان بگذارید. تشکر از لطف شما.